تشکر میکنم از آقای محمد بلک که اینو برای ما آوردن. الان شما یه شلوار سفید میبینید که داره میره، درسته؟ منم همچین چیزی دارم میبینم. برای ما یه چیزی آورد بخورین، سرفه نکنین. این دکوره، من روش چیزی نذارم ها. نذارم. تو میدونستی؟ خودت نصب کرده بودی اینجا. باریکن. بعد عزیزان، بس ازدواج، مخصوصا خوشبخت شدن جوان امروزی بس عجیب غریبی. الان سن ازدواج از بس که رفته بالا، دختر پسرها تقریبا تو اون دنیا به هم میرسن. میدونی که چی دارم میگم؟ در مراسم های خواستگاری یک سری نگرانی ها مطرحه. مثلا میگن آقازادتون سیگار نمیکشن یه موقع که خیلی معضل عجیبیه. به یکی گفتن نظرت راجع به سیگار چیه؟ گفت والا سیگار که دیگه مادر سلامتیه. گفتن چطور؟ گفت پدر سلامتی رو در آورده. خودش سیگاری بدون نمی‌دونه چیه واقعا. اصلا شله. همین سیگار شروع میشه، بحث اعتیاد که شده میشه. معتاده تو خیابون دختره رو دید، هوس کرد مطلق بندازه. به ماشاءالله ماشاءالله، چه شراحیکلی، نگاه کن، موهاشو ببین بیشت، چشاشو ببین بیش، لباشو. تا گفت دختر خفه شو معتاده بیشور، یه سر تأسفی تکون داده گفت اما متاسفانه انضباط صفر. بره دست ما. عرض میکردم که پسرای ایرانی اول شکست عشقی به دنیا میان، بعد دست و پا در میارن. پسره به خاطر دختره رگ دستشو زده بود، بردنش بیمارستان، همونجا درجا عاشق پرستاره شد. اینا مدام در حال عاشق شدن و شکست عشقی خوردن و دیدگاهاشون هم با هم دیگه فرق میکنه. دخترها یه طیفن، پسرها یه طیف. مثلا وقتی که یک فیلم میبینن، نظری که میدن با هم دیگه خیلی متفاوته. مثلا چی؟ فیلم تایتانیک. فیلم تموم میشه، دختر رو نگاه میکنی، یه جعبه دستمال کاغذی رو تموم کرده، میگه چه فیلم قشنگی بود، چقدر داستان رمانتیک عاشقانه، خدا ایشالله قسمت کنه. بعد پسره رو نگاه تحلیلشو، الان میخورن به کوه یخ، دهن همشون سرویس میشه. تفاوت از کجا عزیزان یواش. حالا برای چی رفتی نوشتی؟ تو که میدونستی اینجوری میشه آخرش. بعضی از این پسرها ناقلا معتقدن که اکثر دخترای دهه 60 با این آهنگ خاطره دارن، بالاخره یه جایی یه شبی هنرنمایی کردن با این آهنگ. اینها میدونی کیا رو دارم میگم دیگه؟ همون پسرهایی هستن که اینا که این حرفا رو میزنن، همون پسرهایی هستن که در مراسم عروسی ها با کافشن چرم ظاهر میشدن و شلوار ساسوندار 38,000 ساسوندار تا دور کمرش بود، شبیه شلوار سنباد تقریبا خمره‌ای. یه جفت کفش سفید کتونی هم پاش بود زیر سبز و حالت استنبای هم با میستادن تکون نمیخوردن. اینا آماده بودن به محضی که آهنگ جون جونم لیلا پخش میشد اینا دیوانه میشدن، دیگه نمیتونست جلوش رو بگیره. آقا دارم، آقا اونا بودن، آقا جان شما اونا بودن. جونی جونم بیادم دلم جونم شب من. آمادگی باید. آهنگ تموم شد. لجباز. لجبازی که دوتا نیست که.